به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران و قدر، برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز با خوش یک برادر یک قصه واقعی درباره یک جوان دختر یتیمی به سمع شما میرسانم. و این برادر میگوید که این قصه واقعی است، یعنی حقیقت دارد. دعا داریم که پروردگار مهربان اگر در وقت این یا آن سبت ناخواست یک سخنی بی اساسی گفته باشم مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. جوان دختر یتیمی که غیر از مادر کسی نداشت شوهر کرد. بدبختانه شوهرش نهایت مرد درست خوی بود و در حقش خیلی ظلم و ستم میکرد. نه تنها شوهر بلکه تمام اهل خانواده نسبت این زن بیچاره شب و روز عذاب و مشقت میدادند و خلاص. زن بیچاره از ناچاری به مادرش شکایت میکرد، ولی مادرش یگانه کمکی که از دستش میآمد این همراه گریه کردن بود و خلاص دیگه. با همین 10 سال سپری گشت. مناسبت شوهرش اهل شوهر بدتر میشد و خلاص. روزی مادر آن زن ستم دیده بیماری وزین شد و احساس کرد که مرگ نزدیک است. زن گریه کرد و گفت آخر مادر، یگانه شخصی که مرا دلبرداری میکردی پس از سر تو من چه کار میکنم؟ مادر گفت اگر پس از مرگ من دلت تنگ گردد به خانه‌ام بیا، چند رکعت نماز بخوان و هنگام سجده درد دلت را به الله تعالی بگوی. پس از گوی چوبی مادر دیگر این زن بیچاره تنها ماند و به هیچ کس درد دل کرده نمیتوانست. دیگر کسی نمانده بود که دل خالی کند، از حالی بدش شکایت کند. از روی وصیت مادرش هفته 1 یا 2 مرتبه به خانه مادر می اومد، نماز می خواند، به الله تعالی راز دل می گفت. چون 1 ماه با این منوال گذشت، اهل خانواده شوهرش این ربوهای او را پی برده به شوهرش گفتند همسرت هفته 1 یا 2 مرتبه به خانه مادرش می رود، در حال اینکه در آنجا کسی زندگی نمی کند. غمگین می رود، ولی شاد و تبسم کنان برمی گردد. حتما با کسی وا می خورد، به تو خیانت کرده ایستاده است. شوهر از این سخنان در غضب شد و قرار کرد که همسرش را هنگام خیانت دستگیر کند. روزی که همسرش به خانه مادر رفت، آهسته از قفایش رفت. دید که همسرش طهارت کرده به نماز آغاز کرد. سجده دور و دراز می کند. بی صدا نزدیک شد. شنید که در سجده گریه می کند و می گوید پروردگارا، شوهرم را هدایت کن، اهل عائله‌اش را هدایت کن، آنها مرا اذیت می‌دهند. پروردگارا به قلب شوهرم رحم انداز، مهر انداز. من او را دوست می‌دارم ولی او به من تنها درد و رنج می‌رساند و خلاص. هیچگاه از او سخنی پر مهر و محبت نشنیدم. من او را می‌بخشم، پروردگارا تو هم او را ببخش. از این سخنان شوهر به گریه آغاز کرد. زود رفته همسرش را به آغوش کشید، از او عذر و بخشش پرسید و وعده داد که دیگر ظلم نخواهد کرد. همان شب زن در خواب دید که شخصی می‌گوید نزدیکترین انسان برایت مادرت بود. به او 10 سال شکایت کردی ولی او به تو نتوانست کمکی نماید. همه 1 ماه به الله تعالی شکایت کردی، الله تعالی دعایت را قبول و مستجاب کرد و حالت را به بهترین حال تغییر داد. بدون که رحمت الله از رحم مادر نسبت به فرزند نزدیکتر است. گر نمیبینی خدا را، آیتی او را ببین. در تمام قوم و عالم قدرتی او را ببین. کی تو را آورد به دنیا، کی تو را زان میبرد. رفت و آمد را بیندیش، سنتی او را ببین. هر کجا رفتی خدا را ناظری حالت بدان. در همه جا فضل وی با نعمتی او را ببین. رزق خود را میرساند بر امیر و بر گدا. روزی و رزق را بیندیش، حکمتی او را ببین. میبرد راه سعادت هر کی را خواهد خدا. آن که باشد لایق آن قسمتی او را ببین. آنچنان باش در عبادت که خدا شاهد توست. گر نبینی تو خدا را دیدنی او را ببین. خداوند متعال در قلب‌های هر یک ما و شما مهر و محبت خودش را و مهر و محبت رسولش را و مهر و محبت دین اسلام و مهر و محبت برادری و خواهری هر یک ما و شما را مستحکم گردانه و از بین ما و شما کینه و کدورت، نفس‌های شیطانی و با دیگر قصد کردن را دور گرداند. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. خداوند متعال یار و مددگار هر یک شمایان بود. اللهم صل علی سیدنا و نبینا محمد علی جمیع الانبیاء و المرسلین و علی آله و اصحابه اجمعین. اللهم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین.